سڵاو و ڕێز بۆ هەموو بەشدار بووان بەخێر بێن بۆ وەرکشاپی خوێندن لە دەرەوەی وڵات سەبارەت بە ئەمریکای مشۆ باسەکەین چۆنیەتی دۆزینەوەی زانکۆکانی ئەمریکا مامۆستایانی ئەمریکا فاند لە ئەمریکا چۆنیەتی ئەپلایکردن بۆ ویزا و سفارەت ئیمشۆ کاک هەژیرمان لەگەڵا کە خۆیان خوێندکاری PhD'n لە ئەمریکا پێم وابێ دانشگای کالیفۆرنیا و زەحمەتمان پێیان داوە کە ئەم وەرکشاپەیان لە ئەستۆگردە کە لەگەڵمانە بن زانیاریمان پێبن تۆزێک ئیمشۆ زانیاریە زۆرتریشمان ئەبێت لەسەر ئەو قانون و یاسا تازانەی ئەمریکا کە ئەگەر قەرار بێت ئەو یاسانە دابین بکرێت داهاتووی خوێندکار لە ئەمریکا چۆن دەبێت لەگەڵمان بن وەرکشاپێکی باشمان دەبێت هیوادارم بە نرخ بێ بۆتان و کاک هەژیرگیان لەگەڵمانی سلام عرض کنم خدمت تمام عزیزانی که ناوی ورکشاپ حضور دیرن من هژیر محمودی دانشجوی مهندسی برق دانشگاه University of Texas at Dallas UT Dallas دانشگاه مقطع PhD دیرم درس خوانم بعد کارشناسی دانشگاه تهران بیمه بعدش PhD مثل دانشگاه UT Dallas امروز شما در مورد نحوه اپلای را آمریکا ورن حساب کنم How to apply to United States ایجور معرفی کافیه داده پریا یا اطلاعات بیشتر لازم نیست چجوریه من توضیح ببین نه زۆر باشە هەژیرگیان فەرموون دەست پێ بکەن کە تۆزێک لە کاتیش بەدوین چۆن لە ڕۆژهەڵات درەنگەیتر باشه من سریش من تا بشین من باعث اصلی برسیم خب در مورد یک تو من نوعی ورکشاپ در مورد نحوه پیدا کردن دانشگاه چجوری حساب کنیم فاند چجوری بگیریم بعد سه سوالات کلی تو هم توضیح بدیم اول لگشتش من لازمه بیشتر پیدا کنم آمریکا اگر ماشی آمار بکین نه هر ایالتی به تعداد فوق العاده فرق دانشگاه وجود داره حالا تگزاس تعداد دانشگاه‌های لتگزاس لستدگیره بیشتره تقریبا لکل کانادا بیشتره در حد خود کانادا است خود کالیفرنیا چون فرق کشورهای دنیا مثلا بیشتر دانشگاه داره پس تعداد دانشگاه فرهابان نحوه پیدا کردن دانشگاه اصلا چیز سختی نیه بحثی است که چجوری دانشگاه خوب پیدا بکنیم سوال اصلیه کاری که باید انجام بدیم من الان چونم بیشتر پیدان که دانشگاه خوب چست دانشگاه گنیش چست بس دیگه و خودان دیرن من چیزی که من نیشون مهم نیه که مثلا نظر من چست نظری است که مهم است که نظر خودان چست یعنی چه توان دو اپلای کردن هدف دان و اپلای کردن است که فقط باین اپلای بکنین و باین یک کشورتر زندگی بکنین یا واقعا تو کار علمیش انجام بدین یا خلاصه بستگی خودان داره اول از همه لاید او هدف دانه مشخص بکنین بعد بر اساس او باین رانکینگ لو ایمپورتنت پارامترز انتخاب بکنین مثلا فیلد اف استادی دان مهمه رانکینگ دانشگاه دان مهمه سوپروایزر دان مهمه یا یونیورسیتی پالیسیز مثلا دان مهمه دانشگاه دان مثلا تواد بر اساس چجوری مثلا چه کمیته محوره یا مثلا سوپروایزر دان چه نقشی اونها دانشگاه دیره یا خلاصه لیجوشتری دان مهمه که مثلا بعضی وقتا دنیا یکی که رای رانکینگ فر مهمه اگر مثلا توجه بکنم مثلا دنیا اون رشته که تو اپلای بکنم مثلا MIT خوب نمونه مثال مثلا یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیاست ولی مثلا اون بعضی رشته ممکنه دانشگاه متوسط تری که اوقاتش روی رو MIT معروف نیه با لحاظ او رشته قوی تر بود این دانشگاه بهتری داشت تو یعنی استادل بهتری داشت تو یعنی امکانات بهتری را مثلا زمینه داشت تو پس لزوم اینه رنکینگ دانشگاه همیشه معیار اصلی بود و مثلا بچیم رو سمت دونی بعضی مثلا دانشگاهی مثلا حالا یوتی دالاسی که من اونایدین درس خوانم رشته ریاضی یکی له مثلا دانشگاه متوسطه مثلا رنکینگی بان 102 خب ولی اون زمینه مثلا مدیریت اپریشن منیجمنت دو دنیاست لحاظ مثلا تو بزنید او رشته دانه او دانشگاه رنکینگ چجوریه با او رشته دانه ولن توجه بکنین اگر تینین را پی اچ دیش اقدام بکنین سوپروایزری که تو هم همکاری بکنین حتی و نظر من لخود دانشگاهش مهمتره البته بعضا دونی دانشگاهش مهمه هر کسی وقتم دواره معیار خوی دیره
ولی خودونی مثلا سوپروایزری که تو هم کاری بکن و نا او فیلد ایم معروفیگه ایم قویگه بو خاطر مثلا دونی دانشگاه متوسط با سوپروایزر قوی تر آینده بهتر را دندیر تا دانشگاه قوی ولی سوپروایزر مثلا تازه کار بلد کار نابلد کمترش بیشتر دانشگاه خوب اکثر خوب بیشتر ولی خب کلیت تو هم بشما پیدان استادیل خوب مثلا سوپروایزر خوب اگر مثلا پی اچ دی اقدام بکن معیار فر مهم میگه مثلا دونی استادی که تو مثلا تازه کار شروع کردیه هنوز مثلا مقاله فر چاپ نکردیه ممکنه اگر هم کارین بکن ممکنه مثلا چند سال ملی پروژه کار بکن پروژه خیلی قوی نو 4 سال پی اچ دی دانشجو دستینه وقت نمو دستینه و بعد نتیجه خوبیش نگرینه ولی همزمان ممکنه دانشجو استاد تازه کاریگیش بود ولی احمد کار بلدی بود چون جوان و انرژیش دیگه وگرش این کار بکن و مقاله خوبیش بین وگری و پیشرفتیش بکن پس و شخصیت سوپروایزر دام فرام رستگی دیره چجوری سوپروایزر دام پیدا بکن و نه آف فیلد دانه چجور سوپروایزر خوب پیدا بکن یا نگشی تو هم در مورد خصب بکنم بعد یک فیلد آف استادی دانش فرام مهمه بزنن اونا فیلد آف استادی دارن و اونا دانشگاه علم مختلف اولا دیرین لمل چه زمینه لیگ بیشتر کار کن ممکنه چنگل استاد اونا یه دانشگاه عمل یه پروژه کار بکن که او فیلد آف استادی و نزدیک بود ولی مثلا دپارتمانی که دیره او کار انجام داد مثلا بایو انجینیرینگ یکی دونی مثلا شیمی خوندیه ربطی نیرن بعد چون خوب نگردی شونه مثلا ریسرچ گروپ یا سوپروایزر نیتونه چه پیدا بکنه نیتونه او هدف مورد نظری پیدا بکنه پس و خاطره وقتی دیرین سرچ کین لزوما مثلا اگر مکانیکال انجینیرینگین فقط مکانیکال انجینیرینگ دپارتمنتال مد نظر دارن مثلا ممکنه یکی ونا الکتریکال کار مکانیکی لازم داشتی خیلی گیش فیلد اف استادی و بود بچین اونها کار بکنن و موفقش بشن خلاصه در مورد سرچ کردن یا نه اونا این اسلایدتون بیشتر توضیح بیام ردان که چجوری اولا یک چجوری فاند پیدا بکنین چه مقدار فاند را پی اچ دی لازمه مستر چجوریه وضعیتی بعد ریسرچ گروپ چجوری پیدا بکنین اگر ریسرچ گروپ نیه استادگان ریسرچ گروپ نره چجوری خود سوپروایزر پیدا بکنین بعضی استادا خودشون تازه کارن هنوز ریسرچ گروپ نرن ممکنه اولین یا دومین دانشجوی پی اچ دی آن ایو بوین البته من دیرم توضیح دادم براتون بیشتر در مورد پی اچ دی دیرم توضیح دادم در مورد مستریل اول پی اچ دی توضیح دادم بعد مورد مستریش یه توضیح کلی دادم که او یکم قضیه ممکنه فرق بکنه کلیت یه قضیه کلیت خیلی شبیه و یک خیلی جوریه کن ولی یه جایی ولی که فرق کنه خب اگر پی اچ دی تو اپلای بکنین را پی اچ دی پیدا کردن پوزیشن بهترین کار قرن 21 اینترنت حال اختیار دان یک شبکه بسیار بسیار گرونا تمام دنیا حال اختیار دان فقط تنها کاری که لازم است که اونا گوگل سرچ بکنن در موردی اگر مثلا فیلد مثلا من مثال دادم اگر مثلا کاردان اقتصاد اونا مثلا کار اقتصاد سنجی دیرین کار کین خب اونا دانشگاهی مختلف مقاله‌های مختلف نو اقتصاد سنجی چاپ بیه مثلا 2018 و بعد 2015 و بچین ماشه مقاله‌ای که چاپ بین اونا گوگل اسکولار بکن مثلا یه تایتل مثلا اقتصاد سنجی یا مثلا یه چیز خاصی اونا اقتصاد سنجی بچین سرچ بکن پیدا بکن اون مطلبه بعد اونا او مطلب ماشا کنن کی اونا او زمینه چش دست مقاله دست بعد او استادی که پیدا که اونا مقاله دست بچن اونا استادانش اونا گوگل اسکولار ماشا بکن لکنار گوگل اسکولار مثلا نیوساس این شخصیت وگر چه کسایی مقاله دست و طریق یه استاد واسه یه استاد و طریق او استاد واسه یه استاد خلاصه اونا او زمینه که خودن دوست دارین کار بکنن اونا کشور خارج اونا آمریکا به صورت اختصاصی و مثلا 100 نفر استادی که اونا او زمینی و دیرین کار کن واسه بوین و طریق گوگل اسکولار بعد یه دیتابیس مثلا 100 نفره 200 نفره بستی و خودان و استادی که عمل او زمینی که تو کار بکن دیرین کار کن و دست یارین بعد میشین یواش یواش آنالیز کنین که مثلا اونا او استادی که مثلا مثالی که دام مثلا اقتصاد سنجی یا مثلا اونا بیوشیمی عملی مسئله کار کرد استادان گیر کردین اونا سایت دانشگاهان تماشای پورتال یان کین که اخیراً چه مقاله‌ای کار کرده نه چنی ممکنه فاند گردن اونا داست سایت دانشگاهی مثلا نیوزری استاد این قرار فاند گردیم اونا بعضی جای لگه خوب بگردین پیدا کنین جور اخباریش خب بعد اونا مثلا 100 گله 200 گله ایمیل کل کین که مثلا من فلان مقاله دان خوانیم یا مثلا
فلان ریسرچ دان علاقمندم ایش کاری منو رزومه کرد و مکاتبه کن قول معروف و ملو ایست 100 گله 200 گله سرمایه گذاری بکن با احتمال مثلا 1% جواب بگیرین 2% جواب خوب گیرین و هر بوده جواب نهایی و را اپلای کنین هر ملوانه کار بکن. خلاصه it's a game of numbers یعنی فقط در مورد تعداد فقط بین بان ملی که در عمل ریسرچ فیلد اف ریسرچ دارن کار کن پیدا بکن تعداد بین بان که بتونین احتمال یک دانشجو استاد خوب پیدا بکن بین بان. پس یک کلیت ماجراست آرا پی اچ دی تایم بندینش لواسه اگر تو این آگوست یعنی ترم پاییز مثلا سال 2021 مثلا اقدام بکن اپلای بکن مثلا لنا آمریکا بوین فرض بکن تو این آگوست 2021 نه آمریکا بوین بایستی ل جون ایجور کایلی شروع کردیم جون و جولای آگوست سپتامبر یک کایلش پیش بردین اکتبر و نوامبر یکم دیره ولی هم باز اوکی اگر یک کایلش شروع بکن ولی را دسامبر یکم دیره چرا چون فریل دانشگاه اول دسامبر ددلاین یا 15 دسامبر ددلاین ممکنه او دانشگاه و دست بین پس بهتره که لزیو بکافی نفکری حالا اگه کسی اونا دسامبر شروع بکنی کاره حتما دید جانی اگر تو فانی اپریشنی وجود نره نه اصلا لیوانیه ممکنه بگردین پیدا بکنین اتفاقا جای خوبیش پیدا بکنین و هر روزی که تو اینش پیدا بکنین منتادی احتمال قرار شدن خوب پس ممکنه را سال 2021 هم دیر بود را حداقل ترم پاییز را ترم بهار تونین ماشا بکنین که ددلاین ترم بهار کفده حدود می هی تایم ویندو جون امسال تا آگوست شیفت بین نواتره و مثلا بوده ل دسامبر شروع بکنین مکاتبه بکنین را مثلا اسپرینگ 2022 خلاصه یه تایم بندی 15 ماه من نام سردا لنای 15 ماه بخش 14 ماه بودن که نه حدود 15 ماه تقریبا هر 14 15 ماه در نظر داشتن راه خودان که وقتی دیدین مثلا تو شروع بکنین کار بزنن که چه ترمی که اونا آمریکا بوین تقریبا 15 ماه قبلتر ایش کار شروع بکنین مکاتبه شروع بکنین البته لیست اساتید یواش گیر بارن و مکاتبه شروع بکنین نه هر چی غیرش بکفته ورو دیرتر احتمال موفقیت هجتی خوارتر ولی یوشم همچنانش وجود داشتن کسایی که دیر شروع کردن اونا دسامبر شروع کردن ولی بهترین جایش قبول بینن یا کمی پدیده تصادفی ممکنه بعضی کس قبول بود بعضی کس نه. بعد اگر دانشجوی مسترین چون سوپروایزر وجود نداره مثلا یعنی اون مهم نیه بعضی کس دیدت بعضی کسیش نمیره ولی خب در مورد دانشجوی مستر لزوما سوپروایزر لازم نیست بیشتر با طرف دانشگاه فاند نپیدن را تی ای یا مثلا اسکالرشیپ یک چیزی نپیدن یکمی او قضیه فرق کرد ارا اوجور کاری لیگ چشتا بایستی بگردین دنبال دانشگاهی لیگ که چش دیرن کن چش نورا ماستر دانشجو گرن و پولیش دن چجوری کار بکنین اویشه باید اونا دانشگاهی بگردین بزنین که اونا سایت یا نویسانه که ماستر دیریمن فاند دیمن یا یورسیتی پیا بکنین هر اونا دانشگاهی که مثلا اونا آمریکا لیستیان هست خب اکثرا نیش اگه بتونین دانشگاهی پیا بکنین که فقط ماستر دیرن مثلا دانشجوی کارشناسی نیرن دکترایش نیرن فقط ماستر کار کن اوانه بتونین پیدا بکنین احتمال یک بتونین بهتر شانس دام بیشتر بود که میل ماستر پوزیشن گیر بارین بهتره اگه بتونین کسی گیر بارین که اونها یه دانشگاه به خصوصی ماستر فاند گردیه که چه بهتر وگرد مکاتبه بکنیم دان روش اوش هست حالا اگه ایرانی بود که چه بهتر چون مسیر ایرانی را ماستر گیر آوردن و پول گیر آوردن یا نه وکم مگرد مثلا بقیه کشورها تر فرق کرد اگه بتونین ایرانی گیر بارین بهتره خب پس تا الان فقط به دنبال باید دانشگاه بگردین من پیشنهادیش کم چون را مستری کمی پول کمتر دارید فاندل هم حال خوارتر سعی بکن برو سمت شهری لیگ بشین که پولیان کمتره یعنی خرج زندگیان کمتره مثلا نیویورک بود دانشجوی مستر بود زندگی سخته اونا لس آنجلس زندگی سخته و اونا یه شهر متوسط رو به خواری زندگی بکنین که دانشگاه متوسطی داشته یه مستر بگیرین آرا پی اچ دی دا مثلا بشین جای خوب یه شهر بهتر یا اگه فقط توی مستر بخونین مستر دان تمام کنین بشین را کار کردن یه شهر بهتر مثلا کار پیدا کنین پس ارام مستر کمی دست دان بسته تره و خاطر است که دانشجوی ایرانی ارام مستر اکثرا ور سمت آمریکا نیتین چون بازه زمانی 2 ساله است بتونید اونا 2 ساله رزومه خوب پیدا بکنید بعد را گرین کارت اقدام بکنید سخت تره بعد از اینکه فارغ التحصیل بودید اگه مستر بودید شغل گیر آوردن محدودتری منو خاطر که ایرانی منو خاطر تحریم
پس تعداد فرصت شغلی را ایرانی حال خوارتر کلا بیش مرادن اگر دوین را مستر اقدام بکن را آمریکا چالش نفرست. اولی که دانشگاه پیدا کردن یکمی سخته که فاندیش بیاد، دوم که فارغ التحصیل بود این کارگیر آوردن یکم ممکنه سخت بود، ولی همچنان مستر دیدیم من کسایی که مستر تن آمریکا درسی آن خوانن فارغ التحصیلش بود کارش بیا کن زندگیش خیلی خوبه. پس من ایشم همیشه مثال نقل را هر کلیتی وجود دارد، فقط بستگی و شرایط خودان دارد، شرایط هدف داونا اپلایش است یا بستگی دارد. اگر بتونین را مستقیم دکترا باین یا مثلا بعد مستر را دکترا باین شانس دان فره بیشتر راه که فاند گیر باری اونا آمریکا. این تایم بندی خیلی مهمه، فره عمری تمرکز بکن که تایم بندی ادامه بیاین. هم در نظر داشتین اگر راه ترم اسپرینگ های تایم بندی در نظر داشتین 15 ماه هم، مثلا اسپرینگ سال 2022 ژانویه شروع بود، یا 15 ماه قبلی یواش شروع کنین کار شروع کنین که ایمیل کل بکنین و سوپروایزر گیر بارین و این کاری له. اینیشال استپس دانش هریان است که بشین سی وی بنویسین، کاور لتر بنویسین، اس او پی یا موتیویشن لتر بنویسین، ریکامندیشن لتر بنویسین. من پیشنهاد کنم اونا لاتکس بنویسین که بعداً حتی با این آمریکایش یا مثلا حبشن هر کشوریشون درس بخونین مقالات دارن اونا لاتکس قراره بنویسین. اگه حل اعلان شروع بکنین وگرنه لاتکس کار بکنین که دستان روانتر بود کاردان کافدن ما هیچ اجباری در کار نیه. اونا وردش بنویسین بعد اونا پی دی اف سیوی بکنین هیچ مشکلی نره، ولی اگر لاتکس بنویسین خیلی کار حرفه‌ای تر و تمیزتری تولیدین. اوورلیفیش یه پلتفرم آنلاینی که میتونین اونا لاتکس بنویسین و پی دی اف تحویل بگیرین. پس وی چه استفاده بکن و لاتکس استفاده بکن را یعنی که سی وی، کاور لتر، اس او پی، ریکامندیشن لتر بنویسین. البته ریکامندیشن لتر به طرف استادل دان نیوسریت، ولی بعضی استادل ایشون که یه درفت اولیه رای مکل بکنه که ایمیل اول را دان مثلا نو سایت دانشگاه آپلود بکنن که خب من پیشنهاد کنم اگر حتی احتمالشی وجود نداره رای یک لدو ریکامندیشن لتر آماده داشتین که اگر یه نفر قرار بی پیشنهاد بده پیدان آماده داشتین ریکامندیشن لتر. خلاصه یعنی گشتی نکات احتیاطی که اگر موقع اقدام لازم بی که یک لیانه مثلا سریع آماده بکن در طول یه هفته حداقل یه درفت اولی لیلی داشتین لجوانو که شروع کنه اپلای کردن و کره دنبال استاد گشتن و لشون استاد گرین و کایل کردن حل وقت و شروع بکن سی وی و کاور لتر و اس او پی و بنویسین آماده بکن، بعد در طول زمان آپدیتش بکن. اگه یه نمونه بهتری گیردان هات دوباره آپدیتی بکن یه حالت ایدئالیه تا زمانی که حتی نهایی دیرین آپلود کنین نا سایت دانشگاه یا را استاد کلیکین تونین یعنی آپدیت بکنین و بهتری رو بکنین و نمونه بهتری را استاد کلیکین. سی وی مثلا خیلی مهمه چون اولین تصویری که استاد لیو دوند به عنوان دانشجوی جدید سی وی دانه ممکنه سی وی خوب باعث بود که دانشجوی متوسط بشه دانشگاه خوب، ولی سی وی گند دانشجوی خوب وارد دانشگاه متوسط. سی وی خیلی مسئله مهم میگه و عملی کار بکن. من پیشنهاد کنم بچن حداقل 20 گلاس 30 گلاس سی وی اساتید دانشگاهی مختلف تماشا بکن. بزنن اونا سی وی ان چند نیستن. اگه بتونین دانشجوی پی اچ دیش گیر بارین سی وی ان اویش تماشا بکن لولی ایده بگیرن 20 گلاس 30 گلاس تماشا بکن سی وی، حتی سی وی مخصوصا سی وی حرفه‌ای که استاد دانشگاه نیستن. استاد دانشگاه خودن یه مدت اپلای کردن نشین سر دانشگاه پس سی وی نیستن. بعد که بینس استاد دانشجوی مختلف سی وی دریافت کردن پس سی وی مختلف فردینه سی وی که اوانه نیستن نا سایت یا آپلود کن خیلی حرفه‌ایه. پس سعی بکن او سی وی استفاده بکن ایده بگیرید. بعد تایم بندیشی هر است که تا بتونین زود شروع بکنین کار لدانه پیش بوین. اگر دقتش بکنین اونا مثلا فایندینگ اپورتونیتیز من وقتی جوان شروع بکنین اونا اینیشال استپسش شون اونا جوان شروع بکنین که این کار شروع بکنین وگرنه که پیش بوین موازی کاری اونا اپلای خیلی کار مهم میگم مخصوصا را آمریکا چون دردسر امبسی بعدا مراد سفارت چین او قرار سردان شلوغ بود که اگه این کاری دیشه بتواد رونوی دستان بودی سردان فرش شلوغ بود. پیشنهاد کنم هر چیز زودتر و این قدمه اولیه خودان جواب بکن یعنی سعی لملیو بکن کردی خوبان. خب language proficiencyش که کلیت ماجرات بوده تافل و آیلتس و دوالینگو که دوالینگو تازه هاتیه فعلی دانشگاه قبولی دیدن بعضی ممکنه قبول نیاشتین ولی خب تا من تا که شناختم یواشاش دید جورای تافل و آیلتس مورد پذیرش قرار گرفت acceptable بود حالا آمریکایی. پس
این سگلت امتحان فکر کنم جلسه ورکشاپ کلی بیشتر در مورد خصوصا کردن. حالا من یه توضیح کلی گیدم که مثلا ترایل تست دیرد، بعد مثلا راچ من تافل انتخاب کردم خاطر بیا که یه نرم افزاری که اسمه TPO 50 گله نمونه سوال تافل در اختیار دارن، نه یعنی 50 گله نمونه سوال قبل از تافل با 50 روز قبل 50 گله نمونه سوال داشتین روزی یک حل بکنین بیشتر سر درس کافل بهترین تمرین را تافل. خب منو خاطر مثلا تافل انتخاب کردم. بعضی کس آیلتس انتخاب کرد چون مثلا اسپیکینگ و رایتینگی متفاوته و گرده تافل، شاید مثلا وگرده آیلتس راحت تر بود. دوالینگو بالاخره مثلا آنلاین راحت آماده بود، ریپورت کردن نمره راحت تر، فکر کنم ارزان تریش بود. حالا دیگه جزئیات خودم باید دربارین، ولی من هیچ کامنتی نه من نیوشم تافل خوبه، آیلتس خوبه یا دوالینگو خوبه، هر کدامی خودان تشخیص دادن بهتره هر رو انتخاب بکن، هیچ فرقی نیست. فقط مطمئن بون که دانشگاهی که تو اپلای بکین قبولیان دیرن. قبل تافل و آیلتس تقریبا تمام دنیا قبول دیرد، هر دیگه قبول دیدن، هیچ مشکلی هیچ فرقی بین آن نیه. ولی دوالینگو تازه‌اتی ممکنه بعضی دانشگاه فعلا ولی مشکل داشتین. فقط اطلاعات واسه در مورد آن کسب بکنین که تافل چجوریه، آیلتس چجوریه، دوالینگو چجوریه. نه اینترنت تادل دادم تو اینترنت اطلاعات هست، بتونم دیتیلز پیدا که چجوری تافل امتحان بیین، چجوری آیلتس امتحان بیین، وقت ما نرسید. و خاطر خود این کارو بکنین بهتره. بیشتر در مورد جی آر ای تو توضیح بیان، چون جی آر ای چیزی که مخصوص بیشتر آمریکاست. بعضی دانشگاه کاناداش ممکنه به عنوان یک نکته مثبت در نظر بگیرن اگه داشتونه، ولی بعضی جای اصلا لازمیش نیست. هست چون در مورد آمریکایی اختصاصیه، من در مورد جی آر ای بیشتر توضیح دادم. تایم بندیش دوباره تقریبا هر واسه اگه بتونین جوان و جولای آگوست و سپتامبر لملیا بکنین تمام بکنین عالیه. اکتبر و نوامبر میخوام مثلا اکتبر امتحان دام دیر نوی مشکل نوی، نوامبر یواش یواش دیدیم وارو سمت ددلاین نزدیکا بود. من پیشنهاد کنم حداقل نیمه اول نوامبر تمام بکنین. اگر رسید دسامبر یواش یواش دیر بود. هرچند اگر مثلا دانشگاه خاصی در نظر دیدین و استادی پیدا کردین و مشکلی نیه، اونا قرار اونا جنوری مثلا چشتی بود ددلاین او دانشگاه بود، اشکال اینا دسامبریش امتحان بی. ولی همچنان که همیشه وقت ما دوباره شوشم هر چیز زودتر این اقدامات اولیه اپلای جوره سی وی نویسان، جوره زبان، یعنی زودتر لملیا بکن تمام بود، چنین بیشتر وقت بدن را استاد پیدا کردن، دانشگاه پیدا کردن، حتی بعدن که مسئله ویزاش بیشتر یک کفینه هول و راحت رو مثلا قول معروف خیلی راحت پروسه اپلای دانش پیش بین. پس اگر بتونین نه تاوسان یا سپتامبر تمامی بکنین زبان، حتی اگر مثلا دونین یکی نه آگوست امتحان داد نور خوب نیه، چون یه رفتریش امتحان بی نه سپتامبر یا اکتبر او آپشنیش دیدین هر چیزی زودتر امتحان بیین، چون دست آنرای کاریش واز بود. پس زودتری زبان دانه تمام بکن. در مورد جی آریش توضیح بتونم بیام که جی آریش البته خب وقتی ایشون در مورد تافل و آیلتس اونا جی آریش هر چیز زودتر تمام بکن بهتره. تقریبا زمانی که تا طول کشید تا نتیجه جی آریش آماده بود تراجع رسید که زمان تافل تقریبا 10 روز ماکسیموم، شاید یکم بیشتر ممکنه بیشتر بود به خاطر مثلا پست کردنش به خاطر کووید ممکنه کنده بود. خلاص یه سعی بکن تا قبل از ددلاینی که در نظر دیدین یه ماه قبل از اون تمام امتحانات زبان دادن. بعدش جی آری سگل بخش دیره. در مورد جی آری میخوام توضیح بیام. یه وربال دیره، یه کوانت دیره، یه رایتینگ دیره. که وربالی بیشتر بخش وکابولری و ادبیات و یعنی که بسیار بسیار لغات سخت و قدیمیه. چون من مثلا تا مثال به شما ایران مثلا کلیله و دمنه مثلا یکی راید بخواند ممکنه بعضی لغاتی نفهمید، حتی آمریکاییش بود یکی لغاتی که اونا وربال ریزنینگ تیاد ممکنه مشکل داشت یا نفهمید. پس وربال کمی مسئله سختیه. اگر واقعا تو این نور خوبی بگیرین باید لزوم شروع بکنین وربال لغت حفظ بکنین رای که لزوم میگیش نره. فعلا دانشگاهی وربال و غیره حساس نیان، بیشتر عمل کوانت حساسن که بخش ریاضیاتیه. که البته کوانتیتیتیو ریزنینگ جی آر ای یه چیز خیلی ساده و آسانی که کسی لیجوری ایمه که و ایران و تیمن چون ایران ریاضیات پیشرفته اونا دانشگاه اونا دبیرستان تدریس بود و خاطر و لحاظ کوانتیتیتیو ریزنینگ ایمه مشکلی آنچنان نیدیمن. حتی اگر رسیدنش مهندسینیه و نظر من کوانتیتیتیو ریزنینگ او غیر بحث سختی نیه، ولی اگر رسیدن مهندسیه که دیگه اصلا نظر من مثلا در مورد کوانتیتیتیو ریزنینگ او غیر وقت نه یه ماه شاید رای کافی بود. هرچند الان که این ورکشاپ تمام بی پیشنهاد دادم کتاب آفیشال گایدر جی آر ای دانلود بکن
تماشای سوالای کوانت بکن بدانن چی جوریه در چه حدیه. اگر مشکل واقعی دیرین نزانین واقعا ریاضیاتیان با بیس مشکل دیرین خب بچن یه سری کتابی بخونن که بهتره بوین. اگرش نه راحته که وقت نه عامل کوانت بیشتر عامل وربال وقت منن آنالیتیکال رایتینگ دو بخش دیره، یه ایشو تاسک یه آرگومنت تاسک. ایشو تاسک تقریبا جور تاسک آیلتس و تافل که یه مبحث نپی در موردی بنویسید. آرگومنت تاسک یه سری فرضیات و یه سری نتیجه گیری در اختیارت و تو باید توضیح بیاید که ای استدلال فلان جای مشکل دیره، فلان جای قویه، بر اساس اطلاعات اون نتیجه گیردن مشکل دیره، یا خلاصه در موردی باید آرگیو کن، بحث بکن. خب بعدی راهنمایی که لازم برای آرگومنت تاسک بهتری داشتین همونا کتاب آفیشال گاید هست و اونا گروه مختلفیش گیرتیاد که بتونم در مورد جزئیات حساب کنم یکمی طول کشه. ولی خب وقت اصلی دان بتونیم بنین رای که نمره جی آر دان خوب بود و عمل رایتینگ تونین وقت بنین و عمل کوانت که وقتون کوانتش اوقات وقت لازم نیست. وقت اصلی و به صورت قول معروف کم و پیوسته بتونیم بنین و نظر من عمل وربال. اگه تو سال بعد مثلا اقدام بکنین رای آمریکا باین وربال حل الان شروع بکن. یه سایت به اسم memrise.com وجود دیره، کورسیل رایگان در اختیار دارند، تمام لغات مثلا کتاب 500 essential words منهتن یا مگوش GRE vocabulary ای دوله کتاب مثلا من فرق پسند کامرا GRE یا verbal reasoning. خب ای دوله کتاب تیر مثلا حدود 1000 لغت دیره، حدود 500 لغت دیره. هر شو تعداد خاصی را دادن انتخاب کرد بعد چین از لغت ایلا مرور کن هر شو بعد مثلا یه سالیانه تقریبا تمام لغات 1500 الى 1500 لغت مهم را جیاری حفظ کردینه. ممکنه 1500 لغت اونها یه ما میتونی حفظی بکن ولی خود سخته و خاطرشون حل الان شروع بکن را وربال کار کردن نتیجه بهتری گیرین او وربال. یه بحث جی آر ای بحث سفارتی خورده واقعا جزئیات فردیره یعنی اصلا مخصوصا سفارت آمریکا که را ایرانی رو بشینه کشور تربت بشینه مصاحبه بعد یه سری مدارک لیدان لازم دیرد که هر مدارک آماده کردن قشنگ خود ممکنه یه ماه طول بکشه. خب این مدارک من لیدان کامل نیستم مثلا I-20 نامه مهم میگه که وقتی که ادمیشن او دانشگاه گردین خب بلا من یرف لیدا قبل از اینکه وارد بحث امبسی بوم توضیح بیام که فرندلان چجوری بیاد تا کورا پیش آتیم نه بعد الان هم چه مرحله. خب اینا شروع کردیم لنا جوان تا جولای و آگوست اینا شروع کردیم من استاد پیدا کردیم نو ولی هر زمان نشان در زبان انش داشتیم خوانیای من سی وی و آفر لتر و باشید سی وی و ریکامندیشن لتر و موتیویشن لتر یعنی گشتن آماده کردیم نه بعد را استاد کلی کردیم نه بعضی استاد جوان ماندان بعضی استاد جوان نه تا یه مرحله پیشیم نه که یک استاد یا دو استاد مثلا گیر آوردیم نه که وقت ایما و کاری کردین علاقه مندی من بان وغیره که همکاری بکنیم. وقتی و کار ورد رسی او وقت ایشید خوب باشه من را دانشگاه دانه اقدام کم او دانشگاه مدارکی که لازم دیر را دانشگاه کل کن مثلا اکثرا ترانسکریپت یعنی مثلا ریز نمرات دانه سی وی دانه یه سری اطلاعات شخصی دانه کلا نمونهش اینا سایت دانشگاه هر دانشگاهی بتونن بشین خدمت اپلای دیر دولارچین دانشجوی دکترا یا دانشجوی ماستر هر کدامی اطلاعات دادن وارد کن تمام اطلاعات که وارد کردین یه پولیگیش و منان اپلیکیشن فی پرداخت کن بعد چش بود اپلیکیشنی و بررسی کن اپلیکیشن بررسی کردن ادمیشن دنپیدان ادمیشن که دنپیدان او وقت و او استادی که قبلا پیدا کردینه و ایمیل دنیشون که آقا من ادمیشن دانشگاه گردم الان من توام مثلا آفر لتر لید بگیرم آفر لتریش اونا او آفر لتره یوشد که من این قراره بیام پیدان و ماهانه این قراره است یا مثلا سالانه این قراره است بعد اگر او آفر لتره درخواست این بخش دانشجویان خارجی دانشگاه دان ISSO International Student Service Office یا هر اسمی اونا دانشگاه مختلف ممکنه فرق داشته ولی اکثرا ISSO. خب درخواست نشون من وگرد ای پشتوانه مالیه که استاد فلانی و دانشگاه فلانی گردمه فلان جا گردمه I-20 لازم دیرم. I-20 شوند I-20 دوباره توضیح داد که یه غیر فان دیرد یه بحث حقوقیش دیرد که مثلا یه سرویس آیدی ناوی نیسانه که بر اساس او سرویس آیدیه
آی 20 دان صابر بود سرویس آیدی مخصوص یو اس تا زمانی که تین آمریکا بعد از اینکه تین آمریکا شوید از همیشه آی 20 دان لازمه او آیدی دان همیشه را مهم بود حفظی بکین آی 20 که صادر بی ایوا وگرد او آی 20 چین اطلاعاتی که لازمه را سفارت لازم چین گله پریکین یه فرم دی اس 160 دیرد چین تمام اطلاعاتی که را او سفارت آمریکا لازم است که چی وارد کن فکر کنم حدود 15 صفحه مختلف وب اطلاعات لازم بی وارد بکن اطلاعات شخصی شهردان دانشگاهی که کار کردن درس خوانینه پروژه‌ای که کار کردن تمام هر چی که اونا زندگی انجام دادن اونا فرم دی 160 وارد کن بعد و یه سرویس آیدی گیش که وردا گردینه وارد کن اونا دی 160 تمام اطلاعاتن که وارد کردین ادمیشن لتریش که دانشگاه واتم ادمیشن در پیدان ادمیشن لتریش را دادن کل کرد یا هم آنلاین را دادن کل کرد ایمیل همیشه که فیزیکی را دادن کل کرد به همراه آفر لتری که استاد را دادن کل کردیه بعد ادمیشن لتر پاسپورت و کپی دی 160 کانفرمیشن قال معرفتی کاملی که دی 160 دیگه یک کانفرمیشن در پیدان تمام اطلاعات دادن اونا وینوساس بعد کانفرمش کرد که ای فرم پرو کردینه اگر فاند دان کامل زندگی دان پوشش نیه که اونا آی 20 نیساس که چنی هزینه زندگی دانه چنی فاند دانه اگر فاند هزینه زندگی کمتره یه بانک استیتمنت لازم دیرین که نشان بیاد که ایوا پشتوانه مالی دیرین او پشتوانه مالی دان بانک‌های مختلفیش عرضه بود مثلا بانک ملی بچیمش پشتوانه بانکی بر اساس پولی که نه بانک‌ها یه پشتوانه مالی دارن پیدان بر اساس دلار نیستنه و بین سفارت یک سرویس فیش باید پرداخت بکن وقتی که دیرین چین و سرویس آیدی که اونا آی 20 دان نیست سرویس فیش پرداخت کن یه کانفرمیشنش لوا گرین یه تایمیش رانا سفارت وقتی گرین یه پرینت ایمیل رو دان کل کن و پرینت او ایمیلش گرین ریسرچ پلان دان عکس 2 اینچ در 2 اینچ هر مقاله که سابمیت کردینه یا پابلیش کردینه سی وی اس او پی یعنی تافل جی آر ای دوالینگو هر مدرکی که وران نیست و حتی بیشتر لیش ممکنه بر اساس سناریوهای مختلف بتونین بس یه سری مدارک اضافهش لازم بود مثلا اگر متأهلین ممکنه عکس ازدواج دان لازم بود ممکنه عقدنامه دان لازم بود که ترجمه بکنین حتی اگر دیدین چین را سفارت به نظر من میتونین شناسنامه کارت ملی دانش ترجمه بکنین که اگر یه وقتی افسر ولی دان تواست که او مدارکیش روی بکنین داشتین رو دست بال دان حتی کارت پایان خدمت دادن تونین ترجمه بکنین خلاصه تمامه اگر کارت پایان خدمت نیرین ممکنه دانشجو بین هنوز خدمت نچین بایستی او 15 میلیون تومانی که پول دین را خروج از کشور بین پیدان او رسیده اویش بوین ور خودان حتی ترجمهش اگه تونستین بکنین که عالی ولی شاید وقت نود خلاصه هر چی مدرک رسیده ذهن دان باید گشتی طبقه بندی شده کامل بوین سفارت بعد یه ویتینگ تایم گیش را سفارت در نظر داشتیم ای تایم بندی سفارت فوق العاده مثلا مهم میگه اگر زودتر لمارچ بشین را مثلا فرض کنید تو این آگوست ترم شروع بود آمریکا زودتر لمارچ بشین ممکنه فاصله اگر مارچ و اگر آگوست فره بود اونا بازی 120 روز قبل از شروع کلاسیل دان قرار نگرد و خاطر ممکنه فرمانده دان دیرتر بررسی بکنه پس پیشنهاد بود زودتر لمارچ نچین مارچ یعنی حدود هر عید خمانه بچین سفارت وقت خوبیه ولی خب بهتره بیلنه مانگ بعد یعنی آوریل و می بهترین وقت آوریل و می بچین سفارت ولی خب چین شلوغه ممکنه سفارت ایروان ترکیه یا دبی گیردان ناد برای که بچین سفارت لیترش من واقعا میتونم کامنتی ببینم چون در مورد سفارت آمریکا نظر فرست یعنی هر کسی در مورد سفارت آمریکا نظر بیشتر پیدان که نه ایروان خوبه آنکارا گنه دبی گنه یعنی گشی نظر شخصی اون نظر من فرق آماری گیش که دنه داشته بر اساس تعداد محدودی نمونه ایله پس اون نظر من کلیت در مورد سفارت آمریکا که کدامی خوبه که کدامی گنه آیا بجز این سگله بچینه یه لتر مثلا بچینه باکو یا بچینه افغانستان یا بچینه عراق یا بچینه پاکستان حتی یا اروپا من یه چنین نظر بیام چون هم مورد موفق داشتیم هم مورد چشت کرا ناموفق داشتیم پس یه تونم کلیت بیشم پیدان که چه بکن
ولی پیشنهاد کنم هاور او سفارتی که اونا سایت آمریکا نیست، سایت سفارت گاورنمنت آمریکا نیست که را ایرانی استقلال پیشنهاد بود. هاور او سواسیانه سعی بکن کار بکنین. اگر نشد و وقت گیر ناتو نه، بتونین در مورد سناریو لتریش فکر بکن. ولی اگر لیست استقلال آوریل یا می وقت گیر بارین که دی یکی از خوشبخت‌ترین اینو معروف. اگر نه حالا جوانیش که مثلا دیر نیا و قرار مثلا میخوام هفته جوان چیم سفارت و خاطر که دیر صاف ویزام هات مجبور میم که ترم پاییز و دست بیام، ترم بعدی قال معروف ادمیشنم دیفر کردم که قسمت ترم بعدی هاتم. پس یه سری جوریه باید در نظر داشتیم که آوریل و می بچین، اگر نه جوان، اگر نه هفته جولای آگوست مجبورین که بشین سفارت. ولی خود داخل استادان هماهنگ بکنین که ممکنه واسه ترم پاییز نرسین، مجبور بوین دیفر بکنه ترم بعد. فرد در مورد امبسی واقعا جزئیات فرست، یعنی الان بتونم بدام بیان تا 2 ساعت رو ترم در مورد امبسی چه بگین چه نگین. ولی کلا هر وی هر دهیل می اطلاعات بیشتر ممکنه در مورد کیس به کیس فرق داشتی. اگر مثلا متأهل بوین یه سری اطلاعات بیشتر لازم دیرین، ممکنه حتی چیزانم هر اطلاعاتی که مثلا حالا ممکنه مخصوص کیس خودم بود ممکنه پیش باد. پس بیشتر در مورد امبسی بتون توضیح بیام، یکمی جزئیات فرا بود خودم بهشون تحقیق کنم در مورد امبسی چجوریه. ولی خب این تایبندی همیشه اون نظر داشتن، این تایبندی و دست بیاین کل فرآیند اپلای تا انجام دادن دونین خراب بود. استادگان لولا مثلا یه ترم دیر بشین راله ممکنه تمام مکاتبات کردین و فرندام نرسید بشه من استادی داشت تو گیر آورد دست در نکرد لازم نیه باید ممکنه استادانش بپرن. پس او خاطر امبسی جدی بگیرن. کاستیلی کش کنم مسیر اپلای آمریکا وجود داره، یکی اپلیکیشن فیه، یکی کاریل ویزاست که هر فرم 260 دلار پرداخت بکنین، $200 رفت سرویس فی پرداخت بکنین. اپلیکیشن فی بر اساس تعداد دانشگاهی که توی اپلای بکنین ممکنه هر کدوم $100 $90 $60 $70 رو مثلا پول لازم بود پرداخت بکنین. ممکنه لازم بود مدرک دام بسینین اگر خدمت سربازی داشتین، بایستی خدمت سربازی دانش وثیقه بنین. بعد اینیشیال کاست آف لیوینگش وجود داره، ممکنه تا یه ماه اولی که اینا آمریکا پول نپیدن تا یه ماه اول و خاطر باید حداقل یه پولی داشتیم که یه مال اجاره بکنین، غذا بسینین، کاری نداشتیم مثلا ممکنه حدود $2000 لازم بود مثلا بستگی داره. یکم ممکنه ماه اول زندگی دان سخت بگذره، ولی خب ماه دوم پول نپیدن زندگی دان روال عادی. واسه یک هزینه‌اش باید نظر داشتین. فامیلی سپورتیش اگر تین خانواده‌تون بارین باید در نظر داشتین که آمریکا یک کمی راه که همسریل تین آمریکا نیتونن کار بکن. محدودیت‌های خاص خوی دیره بیا که مثلا خانم هاتیس آمریکا درس خوانیه، آقا هاتیس آمریکا کار نیاشتیه، هلی لا دنبال کار گردی یا دنبال پوزیشنی اونا دانشگاه گردی که اوش درس بخونه گیر ناوردی مجبور بیا مثلا پول خویان بشن یه مدرک مستر بگیرن و دوباره مدرک مستر بشن کار بکن. سناریوهای مختلف فرا وجود داره در مورد فامیلی سپورت، چون واقعا فرا جزئیات دیره و استثنائیش فرا وجود داره در مورد هر کلیتی. ترجیح دم که خودم بشین در مورد تحقیق بکنم، ولی کلیت بیرون بشه پیدان. کسی که تا بدار آمریکا همسری بتوالور خوی و بارد کار را او همسر ممکنه سخت یا بود، حداقل بدون مدرک کار پیان نیود یا به خاطر محدودیتی که ویزای F2 دیرد میتونید کار بکنین. اگر بتونید ویزای F2 بوده همراه دانشجو، ویزای همراه دانشجو دارم بکنه ویزای دانشجویی یعنی F2 بکنه F1 ممکنه زمان طول بکشد. بعد که ویزا دان F1 بیفته میتونید بشین دانشگاهش قبول بوین و درس بخونین. فرق در مورد F2 به F1 چه وجود داره، جزئیات وجود داره که چه ملاکلی وجود داره که بتونین لیلی استفاده بکنین که F2 دام کنین F1 و چنی طول کشید. ممکنه یکی 6 ماه طول بکشید، ممکنه راه یکی 2 سال طول بکشید. پس اگه تو فامیلی ور خودانو بارین، هاوسر ور خودانو بارین یا منال ور خودانو بارین یا نه، یه سری محدودیت خاصی را ایرانی وجود داره. بچنوانه دربارن که آمریکا شاید یکمی سخت را کسی که خانواده با هرچند کسی لیگی شاید نه هیچ مشکلی گیش نرشته. ارا پست گریجویشنیش آمریکا جاب اپورتونتی بهترین جاب اپورتونتی لیدر واقعا تعداد جاب اپورتونتی فوق العاده حالا با را کسی که
مستر بخونن یا پی اچ دی بخونن که اصلا شغلیان تضمین شده است، ولی خب ایرانی من کار پیدا کردن من سخته و بقیه دنیا پس جاب پرمیشن من فریل کمپانیه فریل شرکتی میگردن ایرانی. خب سیتیزنشیپ آمریکا گردن خیلی سخته را، گرین کارتی طول ممکنه بکشد، ولی خب مثلا مقالات تعداد مقاله و تعداد خاصی برسنین میتونین اقدام کنین را گرین کارت و طریق NIW که در واقع highly skilled immigration اونا کاتگوری highly skilled immigration قرار گیرین که یکمی سریعتر کار دارم شد که البته با توجه ای بیلی که تازه دیره چش بود، دیره پس بود اونا سنا و خانه House of Representatives پارلمان آمریکا، اگر این بیل بتواد پس بود مثلا بود قانون یکمی دیدی وضعیت را ایرانی سخت بود. مفهوم این قانون چه است؟ مفهوم این قانونی است که تا الان تعداد محدودی و هر کشور اختصاص داره که سالانه گرین کارت بنپیان. مثلا ارا ایران سریع صف در نظر گردن تمام، مثلا من چیم ارا گرین کارت اقدام کردیم چیم پیشتر تمام ایرانی لیتر که نونا صف بینه قبلا دیوانا اوصاف مثلا هندی و چینی و تایوان و کشورهای بنگلادش نه وجود نیاش، فقط ایرانی بی. خب چون تعداد ایرانی مثلا با غیر کشور مثلا نسبت هند حداقل کمتره، پس صفی که را ایرانی بی کوتاه‌تری مثلا ممکنه 6 ماه تا 2 سال 3 سال طول بکشه که گرین کارت بگیری. ولی الان تو تمام صفیل یکسانه بکن، تمام صفیل وقتی یکسانه بکن وقتی چی مینا صفی که هندی و چینی و تایوانی و نگیشن ها و صفه ممکنه 10 سال طول بکشه که ما گرین کارت بگیریم، حتی 15 سال طول بکشه گرین کارت بگیریم. کسایی که ل 2010 منتظرن هندی ل 2010 منتظرن که گرین کارت هم باید ولی هنوز ناتیه ایمیش ببینه جوری هست. پس اگر این بیل بتواد بوده قانون یکمی گرین کارت کردن آمریکا طریق ریسرچ واقعا سخت بود. یه بیلی که باش HR 1044 وجود داشت، یک جولای 2019 پاس بیا اونا House of Representatives ES 386 اونا سنا تصویب بیا. الان کاری که باید بود این دوله قانون بارن ریکنسال کن، یعنی موگری که مچیان بکن برسن یک. الان کاری که دیرن انجام دادن است که دیرن لابی کن چینی و ایرانی. چینی شون ضرری هم درش چون دیرن سری قانونی بر اساس هری اس 386 ارا چینی لیشن تصویب کن که اوانش محدودیت گرین کارت را انجام بود. پس الان دیرن ایرانی و چینی لابی کن که بتونن ای بیلا نواب بگیرن و نیلن که بوده قانون، که من نیدانم بود ها بوده قانون یا نه تا بوده قانون. ولی اگر قرار بود بوده قانون گرین کارت گرین لطریق ریسرچ را ایرانی واقعا سخت بود. ل 2 سال مثلا فرض کنم به پرده مثلا 10 سال 15 سال خب سخته. بعد میمش ویزای سینگل انتری دن پیمان یا مولتیپل انتری دن پیمان که باید توضیح در مورد سینگل انتری و مولتیپل انتریش میام پیدان که اگر تو این بین را آمریکا دو حالت داره، یا ویزای سینگل دن پیدان یا مولتی. سینگل چجوری است؟ سینگل است که فقط یه اجازه ورود به آمریکا دن پیدان، بعد از اینکه وارد آمریکا بوین دینشون ل آمریکا خارج بوین. اگر ل آمریکا خارج بوین دوباره بتون وارد آمریکا بوین دوباره بشین سفارت و تمام مراحل طول بکشد، ممکنه 6 ماه معطل بوین و ویزا دانش نداد. پس سینگل انتری خیلی خطرناکه. ولی مولتی انتری مالتیپل انتری بوین تا 2 سال تونین به صورت مداوم با اینو بچین. ولی ممکنه که چش بود، ممکنه که در واقع ممکنه قطعا بعد از 2 سال مالتیپل انتریز بوده سینگل انتریز، یعنی بعد از 2 سال دیگه آمریکا خارج بودین. پس تقریبا را ایرانیل بود بشیم من گشمان سینگل انتریز. بعد از یه مدت تمام ایرانی بود سینگل انتریز. وقتی قرار بود 10 سال اون سفارت بوین صفحه گرین کارت بوین، پس نمیتونیم خانواده دادن بچین سر بیاین اون ایران بوین مثلا یه بعد از 10 سال مثلا. خب پس اینجور مشکلاتی را آمریکا وجود داره. اگر این قانون تصویب بود واقعا مشکلات را آمریکا وجود داره. شاید فریل ایرانی تصمیم بگیرن دیور آمریکا نان. من یه توام پیشنهاد بیام که با اینا نه بستگی به خودان دیره، بستگی به هدف دان دیره. بعد هنوزش این قانون تصویب نویه، ممکنه شاید تصویب بود، ممکنه تصویب نود. البته ایشون احتمالاً که تصویب نود کم، یعنی احتمالاً که تصویب نود کمه، احتمالاً تصویب بود. ولی خب حالا چنی درسته این قصه واقعا من نمیتونم دقیق بهش بگم. زور سپاس که گوشتین قصه من بخش یکم میگیش دیر هاتم، یکم میگیش طولانی و بی. اگر سوالی چیزی هست هم خدمت داده پریا، اگر مطلبی من نواتم خودان تکمیلی بکن